ننم یه ضرب‌المثلی داره، میگه نام بید تیش روشی، نام بید دمش روش. سهمیه ارزی وارد کنندگان برای بهار بدون انتقال ارز اصلا ما میتونیم انجام بدیم یا ندیم، بهینه‌سازی ارزی به کجا رسید و ویرایش کالاها داستانش چی شد. من اینجام تا این موارد رو توضیح بدم. اول اینکه گفته شده و مصوب شده که بهار شرکت‌های بازرگانی و تولیدی 40% میانگین واردات و سهمیه 1403 و 1404 شون رو الان سهمیه بگیرن. مثال میزنم، شما توی بهار 1403 $30,000، توی بهار 1404 $30,000 سهمیه داشتید. الان 40% اونو بهتون میدن که تا الان ندادن. نکته چی شد؟ یعنی داره سهمیه روز به روز کوچیک‌تر میشه. سوال بعدی اینه که اون بنده خدایی که کارت بازرگانیش رو تابستون 1404 گرفته بعد چیکار کنه؟ و سهمیه بهار 1404 فعال بوده ولی توی 1404 فعالیتی نداشته. آیا اون بهش تعلق میگیره سهمیه یا خیر؟ عرض کردم الان تک و توک این سهمیه 1450 شاید برای بعضیا فعال شده باشه. بهینه‌سازی و بازم بهینه‌سازی ارزی پارسال فکر می‌کنم آخرای بهار و اول تابستون که اومد، نکتهش این بود که ما در طول سال مثلا برای این خودکار $1,000,000 سقف ارزی واردات قرار دادیم. اولا این $1,000,000 شما از کجا آوردید؟ جامعه آماری شما آیا امکان این رو داره که یک تحقیق درست حسابی کنه؟ من یه مثال درباره همین جامعه آماری بگم. چند روز پیش اتاق بازرگانی، یکی از عضوای اتاق بازرگانی اومد گفت که 7000 تا کانتینر توی جبل علی امارات دپو شده و کانتینرهای ایرانی‌ها مونده. من الان میام به شما میگم 10000 تا. یکی دیگه داره میاد میگه 5000 تا. این رو چه اساسی؟ بر چه دیتایی؟ یا سالانه میان صحبت میکنن میگن که حجم قاچاق واردات کالا این $2,000,000,000 مثلا. من میگم $1,000,000,000. یکی دیگه میگه $3,000,000. بر چه اساس؟ بر اساس آمار ترید مپ. بر چه اساسی؟ توی ایران آمار گفتن خیلی راحته ولی آمار درست گفتن خیلی سخته. من الان سوالم اینه که بهینه‌سازی این یه دونه خودکاری که $1,000,000 قرار واردات انجام بشه، این از کجا شما مشخص کرده که $1,000,000 ما نیاز کشوره؟ این داستان بهینه‌سازی. بعد اصلا الان سال 1405 اون بهینه‌های تا 1404 قرار بود صفر شن. الان شما اول 1405 باید بهینه همه تعرفه‌ها رو باز کنید. بگید آقا بر طبق همون جامعه آماری که قبلا داشتید دیگه بیاین بازش کنید. بگید که این مثلا خودکاره در سال 1405 $300,000 تا $300,000 بعد ثبت سفارش بشه واردات انجام بشه که انجام نشده. الان امروز 25 اردیبهشت ماهه که قرار شده شنبه 26 اردیبهشت ماه برای بعضی از تعرفه‌ها سقف بهینه‌سازی بدن. کدوم تعرفه‌ها ما نمیدونیم، خیلی‌ها میدونن احتمالاً. این میشه رانت خبری که آماده نشستن و ثبت سفارش میگن. من مثال میزنم، این $300,000 برای خودکار ثبت سفارش بشه کرد، سهمیه سقف ارزی گرفتن، 3 نفر 4 نفر 5 نفر مطلعن میرن ثبت سفارش میگیرن، کل ثبت سفارش خودکار کشور تو سال 1405 رانتشو میگیرن، تمامش میره. تمام تصمیم گیری های محدود کننده تو بازار اقتصاد با رانت و فساد همراهه. نکته بعدی رو عرض کنم در رابطه با ویرایش هاست. کلیپ از قبل گرفتیم که تو اردیبهشت ماه اومد، توی اسفند ماه اومدن گفتن که این لیست کالای ضروریه و تا 31 فروردین شما تایم دارید که طبق این لیست بیاید ویرایش بزنید. حتی یک نفر نتونست ویرایش بزنه. دوباره تو اردیبهشت ماه اومدن گفتن که این لیست کالایی ضروریه و شما تا 9 خرداد 1405 تایم دارید که ویرایش کنید کالاتون رو. بعد اومدن گفتن که این لیست ضروری، اگر کالایی توی لیست ضروری دارین به یه تعرفه دیگه لیست ضروری نمیتونین، عملاً ضروری به ضروری غیر ممکن. بعدش اومدن گفتن غیر ضروری به ضروری میشه. الان از 10 نفر 20 نفر 30 نفری که اقدام میکنن 8 رقم تعرفهشون از کالای غیر ضروری به ضروری بزنن، یه نفرشون شاید تونسته باشه این ویرایش انجام بده. اهمیت ویرایش شما تا حالا بارها گفتیم. آقا طرف رفته یه ارزی گرفته، یه کالایی می‌خواسته بیاره، به هر دلیلی الان نمیخواد بیارتش، نتونسته بیارتش، گرون شده، نیازش محدود شده، میخواد یه کالای دیگه بیاره، میخواد آقا ارزی که گرفته رو به کشور برگردونه. شما یقش رو گرفتید، میگه شما حق نداری رفع تعهد ارزی کنید. این داستان ویرایش. پس سهمیه ارزی رو گفتم، ویرایش رو گفتم، بهینه رو گفتم. برگردیم سراغ بدون انتقال ارز. ببینید بدون انتقال ارز یعنی چی؟ یعنی شما به هر دلیلی ارز یه جایی دارید،
میخواین واردات انجام بدید، ارز هم دولت نمیخواین، لطف دولت هم نمیخواین، سوبسید دولت هم نمیخواین، بهتون اجازه رو نمیده دولت، بدون انتقال ارز نداریم. حالا اومدن گفتن که اینم از اسفند ماه گفتن که آقا طبق این لیست کالایی شما میتونید بدون انتقال ارز ثبت سفارش بگیرید. برای کیا؟ برای کسایی که قبض انبار دارن تا 29/12/1404. عملا منی که الان میخوام کالا وارد کشور کنم بدون انتقال ارز نمیتونم بگیرم. اینو خیلی‌ها به اشتباه وارد کنن. طرف به من پیام داد میگه آقا من ارز نمیخوام، من هیچی نمیخوام، من پول تو ترکمنستان دارم میخوام پارچه وارد کنم. دولت اجازه رو نمیده. دلیلش هم قبلا گفتم، دلیلش هم کنترل کردن کمونیستی سیستم ارزیه. میخوان به تو لطف کنن پول ارزان‌تر بدن، ولی در نهایت دلیلش اینه که اون سیستم عرضه و تقاضا رو میخوان کنترل کنن و به شما ارز نمیدن. پس بدون انتقال ارز رو فقط برای کالایی که تا 29/12/1404 قبض انبار دارن. یه لیست کالایی دادن. حالا این لیست کالایی رو من بگم. نه یه ضرورالمثلی داره، میگه نام بید تیش روشی، نام بید دومش روش. پتروشیمی‌ها رو که این اتفاق براشون افتاد، پتروشیمی مارون، پتروشیمی عسلی که اتفاق براشون افتاد، تو صنعت پلاستیک باگ گنده‌ای به وجود اومد. یه سری مواد اولیه پلاستیکی محدود شد، پی پی، پت و موارد دیگه. اومدن لیست دادن، گفتن آقا اینها خارج از سهمیه، بیاین ثبت سفارش کنین، کشور بهش نیاز داره. شما الان فروشگاه تو هر شهری برین پلاستیک کمه. پلاستیک کمه. به دلیل همین اتفاقه. اومدن گفتن آقا مواد اولیه‌ای که پتروشیمیا رو تولید می‌کردن الان از خارج کشور وارد کنیم. اولش گفتن که آقا بیاین وارد کنین، بعد اصلا مشخص نبود که چه ارزی میخوان بهشون بدن. بعدش اومدن گفتن این لیستی که ما گفتیم، این داستان نام بید تیش روشی، نام بید دومش مال همینه. کشور به این نیاز داره. درسته؟ اومدین تحصیل کنید، خود تحصیل کنید. بعد اومدن گفتن که آقا نه، این کالاهایی که ما گفتیم اگر شما الان قبض انبارش رو تا 9 خرداد ما داشته باشید میتونید بدون انتقال ارز بگیرید. آقا کشور نداره، کشور تولید میکرده این کالا رو. کالایی که داره پتروشیمی تولید میکنه سهم وارداتش به شدت پایینه. تا طرف بجنبه بره مذاکره کنه. ما الان حالا چند تا کانال داریم، اینو اسم میبرم، ولی چند تا کانال داریم این کالا رو سورسینگ کردیم و پرفورما داریم. تا طرف بخواد بره پیش فاکتور بگیر، خریدش رو انجام بده برای بدون انتقال ارزه، بیارتش تو کشور از 93 رد شده، تمام شده رفت. بعد تو جریان حمل و نقلی زمانبر و عددهای وحشتناک سیستم حمل، بعدش اومدن گفتن چی؟ بعدش اومدن گفتن آقا درسته که من گفتم اینا رو نیاز دارم، درسته که من گفتم تا 9 خرداد اگه شما اومدین بدون انتقال ارز میتونم این کالا رو بهت بدم، اما یه سقف بین‌سازی داره. یعنی چی؟ یعنی شما تا یه حد محدودی میتونین این کالا رو وارد کشور کنید. به همین سادگی. رانت. یه عده از قبل خبر دارن، یه عده میرن ثبت سفارششون میگیرن، اون سقف بین‌سازی هم بلوک میشه، تمام میشه، میره 1 نفر 2 نفر 3 نفر میشن سلطان واردات اون کالا. به همین سادگی. قانون محدود کننده برای بار هزارم. قانون محدود کننده، قانون کنترلگر باعث فساد و رانت میشه. اینم داستان بدون انتقال ارز.